سلام و درود بر همه. امیدوارم سر حال باشید. امروز اولین ویدیو چنل یوتیوب ما هستش با یه آموزش دیگه در خدمت شما، اینکه چجوری توی ماینکرافت کامند بلاک بیاریم. اول وارد خود ماینکرافت میشویم. برای اینکه ویدیو طولانی نشه من ویدیو رو کوتاه میکنم و بچه ها وارد میشه و واسه خودمون یه دنیای جدید کریت ورد نیو ورد رو میخوایم بزنیم و حالت کریتیو یا همون حالت که همین وسیله رو داریم و کریت ورد میزنم برای راحتی خودتون. بچه ها ما اینجا اسپان شدیم و برای اینکه کامند بلاک رو بیاریم، چه شانسی دارم. خب کامند بلاک رو بیاریم، اول بخش چت رو باز میکنیم. همتون بلد ماشاءالله. خب بخش چت رو میاریم و اینجا یه دونه از اینا میذاریم و میزنیم give خط فاصله از اینا، بعد یه ادساین هم میزنیم، یه ادساین A، دوباره یه وسطی ها میزنم، بعد اینجا کامند بلاک میزنیم COMMAND، یه خط فاصله بلاک. خب اینجا که اومد، این فلشه رو باز بزنید، این فلشه اینجا رو بزن، اینو بزنی میاد. خب اینو که زدیم دستمون میاد و بعد هر جا دلتو خواست میذاری، اینجا کامندشو مینویسی و دکمه اینجا، یه دکمه اینجا میذاری، ما رو فرق نداره دکمه چجوری باشه. میتونیم از اوک بوتون یا مثلا از لور استفاده کنیم که بیشتر از بوتون استفاده میکنن. و این بذارید کامند رو بنویسید و روی این بزنید، کامند رو اجرا میکنه. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار و پشت و پناهتون.